روز 9 دکبر سال جاری جسد مرد 64 ساله ساکن ناحیه کوشانیان با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت گردید. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا شهروند سلطان مراد و محمد همچون گمانبر بازداشت کرده شد. نامرده در حالت مستی جنایت آدمکشی را صادر نموده است. افاق قادریان این جنایت را شرح می‌دهد. از معیار زیاد استفاده نمودن نوشاکی و اسپریتی برای انسان ضررآور بوده در بسیاری حالت‌ها به صادر نمودن کردارهای خلاف قانون آورده می‌رساند. دلیل این گفته‌ها کشتار بیرحمانه یک نفر مرد در ناحیه کوشانیان میباشد که از جانب همدیهه خود در پی مناقشه به هلاکت رسانیده شد. روز 9 دکبر سال روان جسد مرد 64 ساله ساکن دهه استقلال ناحیه مذکور با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت کرده شد. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی از جانب کارمندان شعبه کافتکاو جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در یک جایگی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان و پروکراتور ناحیه مذکور معین کرده شد که این نفر سلطان مراد محمد سالی تولدش 1956 ساکن دهه استقلال ناحیه مذکور است که سنه 8 دکبر سال روان با توردی الیف خال مراد هم دهه خود در حالت مستی بینشان مناقشه سر میزند. توردی الیف خال مراد با مقصد برگردانیدن فانوسی دستیش که گویا مرحوم سلطان مراد فانوس را از خانه‌اش دزدیده است به منزل استقامتی نام برده آمده از سبب مناقشه به میان آمده در غضب می شود و با کارد خواجگی یک مراتبه به گردن او می زند. در نتیجه نام برده در جای حادثه به هلاکت می رسد. وابسته به این حالت نسبت گمانبر شونده توردی الیف خالمراد در پروکراتور ناحیه کوشانیان پرونده جنایتی با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.